بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما هنرمندان عزیز شهر مسجد سلیمان. خیلی خوشحالم و خداوند متعال را شاکرم که این توفیق نصیب من شد تا دوباره در خدمت شما سروران ارجمند باشم. امروز هم اومدم در خدمت یکی از بازیگران سینما و تلویزیون کشور، استاد رضا رویگری عزیز. استاد عزیز بفرمایید سلام علیک با بینندگان عزیز مسجد سلیمانی داشته باشین. من در خدمتتونم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمام هنرمندای خوب مسجد سلیمان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای ابوذر صادقی ابوذر از طرف شما آمده دیدن من خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی دلم میخواد بیام مسجد سلیمان کاراتون رو ببینم، تئاترتون رو ببینم. حتما. خب همونجور که استاد عزیز گفتن، من به نمایندگی هنرمندان مسجد سلیمان اومدم ایادت استاد عزیز. خدا رو شکر همچنان حالشون خیلی خوبه و خودشون هم دیدین گفتن که خیلی دوست دارن بیان مسجد سلیمان. حتما سیف فرید عزیز یه برنامه اوکی میکنن، انشالله یه بار استاد رو دعوت میکنیم توی یکی از برنامه‌های مسجد سلیمان. استاد عزیز همونجور که گفتید من به نمایندگی هنرمندان مسجد سلیمان اومدم ایادتتون و میخوام ببینم چه پیغامی برای هنرمندان مسجد سلیمان دارید به عنوان کلام آخر. پیامم اینه که اولا کارشون رو ول نکنه، هنر رو دنبالش رو بگیرن و به خصوص تئاتر. من خودم هرچی دارم از تئاتر و صحنه تئاتر دست کم نگیرن. اگه میخوان جلوی دوربین بیا باید اول تئاتر شروع کنن. تئاتر هنر مادر بازیگری. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا حق.